سلام، به دوره ایده های پولساز سال 2025 خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که اینجا کنارتونم و امیدوارم که با همدیگه بهترین اتفاقها رو رقم بزنیم. ما توی این دوره نقشه راه بهترین ایده هایی که شما میتونید تو عرض یک ماه تو همین سال جاری میلادی از یوتیوب به درآمد برسین و در اختیارتون قرار میدیم که با تمام توان استارتتون رو توی یوتیوب بزنید. قبل از اینکه راجع به دوره و نوع فعالیتمون با هم صحبت بکنیم میخوام یه مثال بزنم. من میخوام یه مثال بزنم که شما رو با عمق ماجرا آشنا بکنم و بدونید که ایده های پولساز چقدر میتونه به شما کمک بکنه که راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنید. یک مهندس معمار زمانی که میخواد یک برج بسازه در نگاه اول به 2 تا مبحث توجه میکنه. یک، متریالی که قراره توی برجش استفاده بشه و 2، طراحی و معماری برجش، چه در بخش بیرونی و چه در دکوراسیون داخلی. درسته؟ این به عقیده همه آدم ها 2 تا از مهمترین ملاک ها برای ساخت و سازه. اینکه از چه متریال استفاده بشه و طرح برج یا ساختمون یا آپارتمانمون چی باشه. اما مهمتر از این 2 تا زمین بچه‌ها، اینکه کجا اون برج رو بسازیم. اینکه بیایم تو بالاترین جای تهران توی فرشته و الهیه این برج با طراحی خفن و نمای بیرونی و داخلی خوب و بهترین متریال ها بسازیم، یا بریم توی یک کویری بسازیم که تا شعاع 100 کیلومتریش هیچ خونه ای نیست. پس زمین خیلی مهمتر از طراحی و متریال تو مرحله اول. ما اگر زمین خوبی انتخاب بکنیم، متریالی که داریم استفاده میکنیم و طراحی که داریم پیاده میکنیم به دردمون میخوره و میتونیم ازش پول خوبی در بیاریم. حالا همینو ببرمش توی یوتیوب. یوتیوب 2 تا بال داره، مثل ساخت و ساز که متریال طراحی بود. یوتیوب یه الگوریتم داره که شما باید الگوریتمش رو رعایت بکنید که رشد بکنید، و یه محتوا سازی داره که باید ویدیو خوب بسازی. درسته؟ ولی قبلش زمینش مهمه، یعنی ایده. خیلی از زمینهای بازی یوتیوب سوختن، اشباح شدن، مخاطبشون کمه، کانالاشون زیاده. پس تو اگر ایده خوبی انتخاب نکنی، هر چقدر که ویدیو خوبی بسازی و هر چقدر که الگوریتم یوتیوب رو رعایت بکنی، باز همون نتیجه‌ای که میخوای رو نمیگیری، چون اون ایده منسوخ شده. ی آدم‌ها اصلا اون رو سرچ نمی‌کنن، اصلا اون ویدیوها رو نمیبینن. حالا تو بهترین ایده دنیا رو هم که بسازی، دیگه کسی نگات نمی‌کنه. پس زمین بازی یوتیوب که ایده ما محسوب میشه، اولین و مهمترین اصل داستانه. و ما اگر بتونیم این بحث رو به درستی طی بکنیم، ایده خوبی انتخاب بکنیم، راه 100 ساله رو یک شبه رفتیم. ایده خوب میتونه ما رو یک ماهه، در صورتی که ویدیو خوب بسازیم و الگوریتم رو رعایت بکنیم، به درآمد برسونه. چیزی که اگه ایده ضعیفی باشه، در بهترین حالت ساخت ویدیو و الگوریتم ما 6 ماه هم به درآمد نمیرسیم. پس من تمام تلاشمو کردم که لیست بهترین ایده های سال 2025 بر 3 اساس: 1، نتایج دانشجوهای خودم توی چالش 21 روزه و دوره تو بیزنس رو بررسی کردم و ایده هایی که خیلی زود جواب دادن به دست آوردم. 2، بر اساس ترندهای روز و 3، بر اساس سرچ مردم توی یوتیوب و گوگل. ما یه سری ابزارها و آمارهایی رو میتونیم در بیاریم از یه سری وبسایت هایی که معمولا این آمارها رو در اختیار همه قرار میدن، که متوجه میشیم مردم تو این بازه چی رو بیشتر سرچ کردن، دنبال چه موضوعات و محتواهایی بودن، و بر این 3 اساس: ترندهای روز، نتایج دانشجویان و سرچ مردم، لیست بهترین ایده هایی رو که میتونیم یک ماه به درآمد برسیم تو این دوره در اختیار شما قرار دادیم. اما چه برگ برنده‌ای توی این دوره هستش که ارزش این دوره رو 3 میلیون کرده؟ این دوره 3 میلیونی رایگان در اختیار تو قرار گرفته، نه به خاطر اینکه لیست 10 تا 20 تا ایده پولساز داره بهت میده، به خاطر اینکه نقشه راه این ایده ها رو بهت میده. اینکه تو بدونی چه ایده‌ای جواب میده 10% مسیر تو رو تشکیل میده. اما اینکه اون ایده رو چطوری پیاده سازیش بکنی، چی کار بکنی، روزی چند تا ویدیو بذاری، چند دقیقه‌ای باشه، ادیتش چی باشه، چی بسازی، چه ساعتی منتشر بکنی،
این 90% راه تو رو تشکیل میده که ما این رو هم رایگان در اختیار تو قرار میدیم. پس ما در دوره ایده های پولساز سال 2025 لیست بهترین ایده های پولساز رو به همراه نقشه راه به تو میدیم. تو نقشه راه بهت گفته میشه هفته ای چند تا ویدیو بذاری، چه ساعتی منتشر بکنی، تعداد ویدیوهایی که میسازی در طول ماه چقدر باشه، چند دقیقه باشه و چه المانهایی درش رعایت شده و کانال‌های موفق اون حوزه رو برای اینکه تو بتونی نمونه کانال موفقی داشته باشی که ازش الگو برداری بکنی در اختیارت قرار میگیره. یعنی همه چی رو ما به صورت شسته رفته در اختیار تو قرار میدیم که تو بتونی به بهترین شکل ممکن با استفاده از این ایده ها 1 ماهه به درآمد برسی. و یکی دیگه از مهمترین کارهایی که تو این دوره انجام دادم اینه که با توجه به اینکه خیلی ها تایمتون کوتاهه و شاید اینترنتتون هم ضعیف باشه نتونید ویدیو ببینید، من سعی کردم تمام دوره رو به صورت وایس در اختیار شما قرار بدم که کوتاه هر ایده رو با نقشه راهش هم کاتالوگش در اختیارت قرار بگیره، هم به صورت وایس یه توضیح مفصل ولی کوتاه در اختیارت قرار بگیره که تو بتونی با یک تایم کوتاهی که میذاری یه تصمیم گیری خوب بکنی که کدوم یک از این ایده ها توان اجراشو داری و مفیده که انجامش بدی. من سعی نکردم با بزرگ نمایی که بیام هر ایده رو نیم ساعت جای صحبت کنم، حالا 20 تا ایده بدم 10 ساعت وقت بذار که تو هم نمیرسی ببینی و اینطوری فرصت تو هم از دست بدی و این برگ برنده برات بسوزه. من سعی کردم به صورت وایس خیلی کوتاه به صورت روزانه تو استوری ها رو میتونی دنبال بکنی، به محضی که یه قسمت دوره منتشر شد عددش رو میفرستی توی دایره کامل محتویات دوره و کاتالوگش برات ارسال میشه. در کنار اون توی کانال تلگرام و کانال اینستاگراممون هم قرار میدیم که اگر یه روزی یکی جا بمونه بتونه از اون منابع هم اونجا دوره رو ببینه. من تمام تلاشمو کردم بر اساس وظایف انسانی خودم که موفقیت رو در خوشحالی جمعی دیدم نه فردی، بتونم این ایده ها رو در اختیار تو قرار بدم که تو هم بتونی مثل همه آدم ها بیای و استارت یوتیوب رو بزنی. هیچ چش داشتی بابتش ندارم. اگر دوست داشتی پیج منو استوری کن، از بایو پیج من یه عکس بگیر، توی پیجت قرار بده و به همه اطلاع بده که لیست ایده های پولساز با نقشه راهشون برای اومدن تو یوتیوب به صورت رایگان تو آکادمی تیوبرز داره در اختیارت قرار میگیره که یه عده دیگری هم که ما رو نمیشناسن آشنا بشن و بیان وارد این مسیر شن که بتونن زندگیشون رو عوض کنن. خیلی دوستتون داریم. و نکته آخر این که این دوره طی 7 روز در اختیار شما قرار میگیره، یعنی یک جا قرار نمیگیره که محتوا سوخته نشه. شما هر یک روزی که محتوا در اختیار قرار میگیره بررسیش میکنی، نکاتش رو یادداشت میکنی، ببینی کدوم ایده ها به روحیاتت سازگاره و در شرایط فعلی میتونی ازش استفاده بکنی و یک روز در میون هم این 7 جلسه در اختیار قرار میگیره. یعنی من فکر کنم این دوره رو ما 14 روز در کنار هم خواهیم بود و یکی از بی‌نظیرترین دوره‌ها در کنارش نقشه راه در اختیار تو قرار میگیره که مسیر زندگیت عوض شه. بریم اولین جلسه از دوره رو با هم دیگه ببینیم که به صورت وایس هستش، یعنی گوشش بدیم و یادت باشه استوری های پیج از دست ندید که قسمت های بعدی از طریق استوری های ترسانی میشه. تو عدد رو میفرستی و دوره در اختیار قرار میگیره. ماه و درجه یکیم. خیلی دوستتون دارم. آرزوم اینه که تک تکتون به موفقیت برسید و یک زندگی ایدئال برای خودتون بسازید.